998 تا سابسکرایبیم و بچه اینجا رو سالن زیبایی ساعت 10 شب این ویدیو رو دارم میگیرم برای داخل ویدیو عاشق بازیگری به خاطر همه یوتیوب انتخاب کردم. 1000 تا لایک بگیره این موهایی رو که 2 سال گذاشتم صدیق میکنم. شپردری نکو یواش کن لباس این نیست احساس میکنم مثلا یو ایکتینکای ویدیو قبل از اینکه اون ویدیو یه چیز حتی ادیت بشه خداحافظی من میبین کامل در و داغونه. حالا فقط اسمشو گذاشتم استودیو و جدیدن هم خبر رسیده بهم که قرار برم از اینجا چون گرون کرده کرایه رو و من دیگه از پس کرایهش بر نمیام. خدایی نمیدونم دوباره ویدئویی از جای جدید بذارم یا نه، یعنی مثل اینجا تمرکز برای ساخت ویدئوام داشته باشم یا نه. ولی خب دیگه خبری از استودیو یا از این بک‌گراندهای خفن نیست. البته هرچند چیز بود نامیزون بود، نصف دیوار معلوم بود و اون بالا معلوم نبود و خب الان من دارم پیشرفت خودم میبینم نبود دست از کار بکشم. مشکلم اون روز نمیخوام دست از کار بکشم، نمیخوام بکشم، ولی خب چجوری دست از کار نکشم؟ هیچ فضایی من ندارم میخوام ویدیو بگیرم. هیچ جایی نیست، هیچ جایی نیست. به همه چی، به همه جایی، به همه گوشه‌ای که میتونستم تلاش کنم برم ویدیو رو بسازم ولی خب نشده. اصلا از همه طرف بستم ولی بازم ادامه میدم. گاد گیم به این زودی تسلیم نمیشه. 2 سال دارم تلاش میکنم، الان دارم جوابشو میگیرم، بس از کارم میکشم. نه الان وقتش نیست. تو میتونی مرد، تو کسی هستی قراره بدلن. نگاه کن گاد گیم یا مثلا یک طرفداری رو از رو ویدیوهات ادیت بزنه بگه آره من طرفدار گاد گیمم، یه یوتیوبری که از صفر شروع کرد. نه الان وقتش نیست، تسلیم بشی. امروز با لج با صاحب استودیو بالاخره دید یه سری نگیری ها امروز من دیگه جمعش کنم. احتمالاً آخرین ویدئویی باشه که از چنل پخش میشه.